امروز میخوام یه رازی رو در مورد اتوبان‌های آلمان بهتون بگم که شاید خیلی‌ها ندونن. یه معلم آلمانی داشتیم برام توضیح داد که این ستونای سفید و مشکی کنار جاده و اتوبان‌های آلمان چه معنی داره. معنیشون چیه؟ اول اینکه شونه جاده رو تعیین میکنن. دوم فاصله بین هر کدومشون 50 متره، تو میتونی فاصله رو با ماشین جلویی رعایت کنی. سوم که از همه مهمتره، بعد از هر 500 یا 1 کیلومتری یه دونه پلاک رو یکیشون هست. حالا این پلاک یه سری اطلاعات روشه. اول اینکه شماره اتوبان روش نوشته، دوم کیلومتر چند اتوبان، و سوم اینی که به چه سمتی از اتوبان حرکت میکنه، راست یا چپ. حالا به چی کاری میاد؟ خیلی موقع واسه حادثه‌ای خدای نکرده پیش میاد یا ماشینت خراب میشه، نمیدونی کجا هستی، با خوندن این پلاک دقیقاً به پلیس، اورژانس یا امدادگر نشون میدی که تو دقیقاً کجای اتوبان قرار گرفتی.